برداشت دوم. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر. بالاخره من یه لوکیشن خوب واسه فیلم برداری پیدا کردم. توی خونه در واقع یه جای مناسب نداشتم واسه فیلم برداری. بعد به ذهنم رسید که چرا توی ماشین نه، تازه نورش هم خیلی خوبه، نور خورشیدم هست. بعد آهنگ نمیدونم صداش زیاد میشه توی فیلم یا نه. راجع به مقایسه میخوام صحبت کنیم، چیزی که توی جامعه امروز خیلی زیاده. نه کنید، قدیم مقایسه وجود داشت. کلا اصلا ذهن انسان این شکلیه که دوست داره همه چیو مقایسه کنه، دو تا چیزو با هم دیگه مقایسه کنه. قدیم مثلا من بودم و یه محل بود، مثلا دهه 60 شما در نظر بگیرید. من بودم و بچه محلمون و فامیلامون، همین. من خودمو با اینا مقایسه میکردم. حالا تهش مثلا یه خورده طرف خوش‌تیپ‌تر بود، یا مثلا تیپش بدتر بود، یه خورده پولدارتر بود، یه خورده فقیرتر بود. من تقریبا توی یک رنجی قرار میگرفتم، حالا یه خورده بالاتر یه خورده پایین‌تر. اما الان مسئله که هست، با وجود اینستاگرام یک اتفاقی افتاده. اونم اینه که منی که توی ایرانم خودم با یه فرد میلیونر توی آمریکا مقایسه میکنم و وقتی اون رو نگاه میکنم همین شکلی مثلا اینستاگرام رو بالا پایین که میکنم میگم ای بابا این چه زندگی من دارم، یارو میلیونر رو توی آمریکا چه حالی داره میکنه، من اینجا. خب ما کلا شرایطمون فرق میکنه، کشورمون فرق میکنه، تحصیلاتمون، شرایطمون، نمیدونم کلا همه چیز سیستم فرق میکنه. اون توی یه نظام اقتصادی به دنیا اومده، من یه جای دیگه. به خاطر همین مقایسه است که من احساس بدبختی میکنم. حالا اگه میخوای آقا احساس خوشبختی کنی، میگن خودتو با پایین تر از خودت مقایسه کن، خودتو با کسایی که توی آفریقا مثلا کفش هم ندارن استفاده کنن، یا حتی یه آب سالم ندارن. تو وقتی میری توی آشپزخونه شیر آبو وا میکنی، یه لیوان آب برمیداری میخوری، این خودش کلی نعمته. چندین میلیون نفر هستن که از آب سالم برخوردار نیستن و همین دیگه. مقایسه نکنید، مقایسه نکن، از زندگیت لذت ببر. یه دفعه به ذهنم رسید که الان درست شد، چون وقتی تو خودتو مقایسه میکنی، چی میخوام بگم، مثلا